بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما الآية. الله رب العزت امت ما را امت مسلمان قرار داده و مسلمانی برای ما افتخار هست و برای ما بالاترین شرفه. و مسلمان کسانی هستند که پیرو دین اسلامند، دین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و دین حضرت ابراهیم خلیل الله. این یک دین هست و یک ملت و تفاوت اگر باشه خیلی جزئی است. الله این آخری دین و دین ماندگار تا قیامت، دین اسلام بزرگترین عزت و بالاترین شرف و بالاترین افتخار. بهترین آموزه ها را دین اسلام داره و تا قیامت می تواند بشر را هدایت کنه، بشر را راهنمایی بکند به سعادت، بشر را به بهترین طریق راهنمایی کنه، بهترین زندگی اسلامی، زندگی که مطابق با قرآن عظیم و شان باشه و زندگی که مطابق با سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. دین عدالت هست، دین آزادگی است، دین شجاعت هست، دین عدالت هست، دینی که به حق میتوانیم ادعا بکنیم که قوانین این دین بر اساس اعتدالند، بر اساس میان رویان، بر اساس حقان، بر اساس حقیقتان، بر اساس واقعیتان. دینی که در آن نمیشه انگشت گذاشت. در هیچ نقطه هست که اینجا عدالت نیست. اینجا دین اسلام از اعتدال خارج شده. حالا این در بخش اعتقاد باشه یا در بخش احکام و عمل باشه یا در بخش اخلاق و عادت ها باشه یا در بخش معاملات یا در بخش معاشرت و زندگی با انسان های دیگر،
دینی که تمام زندگی انسان در بر میگیره و راهنمایی و هدایت در تمام زمینه ها برای بشر به صورت واضح و روشن داره و این بهترین دین الله تعالی و این امت ما را الله تعالی به خاطر این دین امت وسط قرار داده، امت میانه، یعنی نه در آن افراط نه در آن تفریط، بلکه در آن مسیر اعتدال ہے. ما امت اعتدالی هستیم و میان روی راه ما هست و راه متوسط راه ما هست و لہذا نه در دین اسلام افراط جای داره، افراط گرایان در دین اسلام جای ندارند و تفریط گرایان آنهایی که تفریط دارند و کوتاهی میکنند به دین و بعض دین قبول میکنند بعض قبول نمیکنند، بعض را عمل میکنند نمیکنند بعض را، لہذا این جای نداره در اسلام. اسلام توی مسیر عدالت هست، توی مسیر اعتدال، توی مسیر میان رویه، همه حقوق بسیار اهمیت قائل است برای حقوق الله و از حقوق الله بیشترین دین اهمیت قائل برای حقوق العباد. حقوق بندگان اگر رعایت نشه انسان نمیتونه توی این دین بالاخره به نحو خوب قرار داشته باشه، توی مسیر اعتدال قرار نمیگیره. اگر حق بندگان ضایع بکنه خارج از مسیر اعتدال و حقوق انسان ها باید همه رعایت بشه، از حق والدین مادر و پدر گرفته تا حقوق خویشاوندان، تا حقوق فقرا و مساکین، تا حقوق همسایه، حق همسایه همراه و حقوق همه انسان. حق حقوق انسان در دین اسلام تامین شده و ما اعتقاد داریم که از تمام فرهنگ های دنیا و از تمام تمدن های دنیا در فرهنگ اسلامی، در قانون اسلامی حق انسان و حق بشر بیشتر مورد تامین قرار گرفته و اون آزادی که اسلام داده بر حق و اگر همون تامین بشه این اعتقاد ماست که دنیا به عدالت میرسه، به انصاف میرسه و دنیا راضی میشه و بالاخره رضایت دنیا حاصل میشه. ولذا این مسئله بسیار حیاتی و مهمه در دین اسلام. حق الله خیلی حیاتی و مهمه و در راس حقوق پروردگار توحید و وحدانیت پروردگار. مهمه که بشر باید توحید رعایت کنه و وحدانیت خدا را رعایت کند و با خدا شریک نگیره و بالاترین ظلم و بالاترین افراط و تفریط و کوتاهیانه که انسان با الله شریک بگیره و این بزرگترین ظلم و بزرگترین جنایت اعتقادی است که انسان بر رب شریک بگیره، چیزی که غیر قابل قبوله، چیزی که بخشش نداره، عفو نداره و چیزی که در آنجا شفاعت انبیاء قبول نمیشه و شفاعت ابراهیم در رابطه با پدرش قبول نمیشه و شفاعت محمد رسول الله در رابطه با نزدیکانش قبول نمیشه. او مسئله شرک هست. اگر یکی از نزدیکان انبیاء گرفتار شرک بشه الله شفاعت انبیاء را نمیپذیره و اونجا اجازه نمیده الله تعالی کسی شفاعت کنه. میگه مشرک در قانون خدا مورد عفو نیست و لہذا بزرگترین حق خدا در توحید، در یکتا پرستی، در پرستش تنها الله و بعد از اعتقاد. عزیزان من این اعمالان اعتقاد به آخرت هم جزء اعتقاد مهمه و ان اعتقاد به رسالت انبیاء علیهم السلام این هم معتقدات و جزء ایمانه و لحاظ از اعتقاد که بگذاریم بیاییم اعمال هم این حقوق خدا،
غیر قابل قبوله، غیر عرض حضور شما عزیزان قابل تحمله. اگر کسی مسلمان باشه و نماز کوتاهی کنه، نماز نخونه، ولی نماز فرضه، نماز لازمه، 5 وقت نماز فرضه. زکات امکان نداره که مسلمان او را ترک کنه و بالاخره با ناراضگی خدا مواجه نشه، با خشم الله روبرو نشه و خدا ناراض میشه که دستور الله تعالی که از ارکان مهم دینه، لہذا کسی کوتاهی بکنه، این همه تفریطن. و لہذا تفریط و کوتاهی در حق الله، در حق بندگان، این بالاخره در دین اسلام قابل تحمل نیست و انسان بالاخره در مسیر اعتدال زمان قرار میگیره که همه حقوق رعایت کنه. بقیه فرائض دینن، فرائض دینه، واجبات دینه، حقوق الله را رعایت کنه و حقوق الناس را رعایت کنه، توی مسیر اعتدال قرار میگیره. و عدالت خیلی مهمه، حرف منصفانه بزنه و همیشه حرفش حرف درست بزنه، دروغ نگه، دروغ دل انسان کج میکنه و حتی خوابهای کسانی که دروغ میگن خوابهایشون کذب در میآید، چرا که توی دل وقتی این کجی باشه خوابها راست نمیشه، توی مغز انسان کجی ایجاد میشه. و آدم باید صداقت داشته باشه، آدم باید امانتدار باشه، آدم به قولش وفا کنه، آدم به عهدش وفا کنه، آدم کارش باید درست باشه، عدالت و انصاف رعایت کنه، ولو که علیه خودش تمام بشه، خودش ضرر بکنه، ولی عدالت ضربه نبینه، انصاف ضربه نبینه. اعتدال مهمه، اعتدال باید در مذاهب و اعتدال عزیزان من در گرایش‌های مختلف باید باشه، اعتدال در همه زمینه ها باشه و انسان به دیگران حق بده و دیگران تحمل کنه و دیگران برداشت کند. و مسلمان ها که علی دین اسلام، در دین اسلام گرایش‌های مختلفن، گرایش شیعه هست، گرایش سنی هست، گرایش‌های مختلف در اهل سنت، گرایش‌های مختلف در شیعه و اینها همه بالاخره تو این گرایش‌ها باید صدر باشه، دید وسیع باشه، دیگران تحمل بکنن. اهل سنت باید شیعه را تحمل کنه، شیعه باید سنی را تحمل کنه و بالاخره توی متن نباید افراطگرایی و تندروی بشه. بالاخره سنی ها، اهل سنت هیچ جای نباید اینطور تند برن که حقوق دیگران، گرایش دیگران که با ما هم عقیده نیستن، با ما مثل ما فکر نمی کنه، باید حقوقشون رعایت بشه و همینطور در اهل سنت باید رعایت بشه، در برادران شیعه هم باید رعایت بشه و بالاخره گرایش های مختلف شیعان، قرائت های مختلف در شیعان، قرائت های مختلف در اسلامان. حالا این قرائت اصطلاح روزی است، لذا توی همه این قرائت ها باید حقوق رعایت بشن، باید تحمل بشه، باید برداشت بشه، آزادی ها را رعایت کنیم، آزادی های مذهبی رعایت بشن، آزادی های دینی رعایت بشن. و ایران یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف و از مذاهب مختلف، شاید خیلی در کشورهای دنیا هستن ولی کمترن که مثل ایرانن. ایران خیلی اقوام مختلف داره و خیلی مذاهب مختلف توی ایرانه. باید به نحو برادران شیعه ما و خصوصا اونهایی که در راس قدرتن و اونهایی که حکومت و دولت را در دست دارن، اینها باید به نحوی رفتار کنن که اینجا ادیان در ایران هست، بالاخره مسیحی هستن، یهودی هستن و طایفه مختلف مثل دراویشن و هر طایفی باشه اینجا این ملت ایرانن و
بالاخره قانون هم همینه میگه و حقوقشون رعایت بشه. و مخصوصا جامعه اهل سنت که در ایران بالاخره بزرگترین جمعیت دارن و ما هرگز نمیگیم که اینجا اهل سنت اقلیتن در ایران. اهل سنت اقلیت نیستن، جمع بزرگ جمعیت اهل سنت در ایران به اندازه چند کشوری کوچک دنیاست و بالاخره حداقل جمعیت اهل سنت 20 میلیون در ایرانه و لحاظا این باید اینا حقوق دارن، اینا آزادی دارن، اینا آدمان شایسته و توانمند دارن برای مدیریت، بالاخره رعایت بشن. حقوق قانونی، حقوق که در عرف دنیای حقوق اسلامیه. بالاخره همه ما مسلمانیم، شیعه و سنی همه مسلمانان و هر دو شاخه از شاخه های دین اسلام هستند و با هم اخوت دارن، با هم برادری دارن. این برادری ها رعایت بشن. کسانی که امروز قدرت در دستشونه و توانایی دارن، ارگانها، ادارات و نهادهای مختلفن، وزارتخانه های مختلفن، بالاخره این همه مراکز قدرت باید مواظب باشن، نگاه کنن که اینجا برادران اهل سنتن و آیا اهل سنت آزادیشون دارن؟ آیا بر سر اینها کسان فشار وارد نمی کنن، اعمال سلیقه نمی کنن؟ بالاخره افراد قدرتمند توی کشور هست، نهادهای قدرتمند توی کشور هست و دستشون بالاخره قدرت الله تعالی گذاشته، برای که در رأس حاکمیت، در رأس این نظام هستند. مدیران کشور، مسئولان کشور مواظب باشند که آیا وضعیت اهل سنت در کشور در کجا، اهل سنت در کشوری چه جایگاهی داره اهل سنت؟ آیا حقی که قانون داده رعایت میشه و بیشتر از قانون رعایت میشه یا او حقوق رعایت نمیشود؟ و لحاظا این مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیره، مواظب باشن که یک وقتی بالاخره تندروی صورت نگیرد. و ما میتوانیم مسئله را الحمدلله، من خدمت مقام معظم رهبری که اینجا آمده بود عرض کردم که ما امروز جلو شما و جلو همه ایرانیان سربلندیم برای اینکه ما الحمدلله هیچ وقت اختلاف درست نکردیم، اهل تعاملیم، اهل مدارا هستیم و به وحدت اعتقاد من اینه که همه امت مسلمه در سطح دنیا باید وحدت رعایت کنه. ما امت واحده ایم و در فکر امت واحده هستیم. برای ما الحمدلله شیعه و سنی هیچ فرق نمی کنه و خدا میدانه که برای ما حتی مسلمان و غیر مسلمان فرق نمی کنه. ما معتقد به انسانیت و معتقد که همه انسانیت ها نیاز دارن، همه انسانیت و حقوق همه انسان ها باید تامین بشه، رعایت بشه. و لحاظا ما خدمتشون گفتن که اینجا وحدت رعایت کردیم الحمدلله. اهل سنت در امنیت ملی، در وحدت مسلمانان ایران و ایران اسلامی الحمدلله اهل سنت پیش قدمه و اهل سنت جلوان. و حضرت مولانا عبدالعزیز در او زمان رژیم گذشته و آیت الله کفمی اینجا هر دو تا واقعا اینجا توانستن که مایه الفت مردم و تعامل بیشتر مردم بشن. مردم زاهدان الحمدلله در کناری هم دوستانه زندگی کردن و ما در راستای امنیت ملی، وحدت ملی کمک کردیم و همکاری کردیم و ما گفتیم که ما امروز جلوی شما سربلندیم و ما الحمدلله هیچ مشکلی نبوده. در تمام سانه های سیاسی نظام همراهی کردند اهل سنت و در انتخابات های گذشته اهل سنت بالاخره از
رای میانگین کشور و استانها رای بالاتری در مناطق سنی نشین دادن و در انتخابات اخیر که جنجالی بود و پروژه تحریمی را انداخته بودند، اهل سنت علی الرغم فشارهایی که بر اهل سنت بود به آیت الله رئیسی راه دادند و در انتخابات شرکت کردند و انتخابات کنار نرفت از انتخابات و برای این چه ضایعاتی دادند. ما جلوتر به هر حال اینجا ما گلایه داریم از رسانه های درونی و از تلویزیون خودمون، از رسانه های خودمون سخت گلایه داریم که هیچ وقت مطالب ما را درست نقل نکردن و زبان اهل سنت نشدن و به هیچ مراسم خیلی کمتر در مراسمات ما، خیلی کمتر در مسائل ما این رسانه ها حضور داشتن و صحبت های ما را، علما را، اندیشمندان اهل سنت نقل نکردن، خصوص صحبت های ما که از خیلی مدتی که رسانه ها نمیتونن بزنن. 2 تا سایت ما اینجا داشته، 2 تا سایت کنار همه اول فیلتر کردن و زبانی ندارن اهل سنت که بالاخره مسائلشون مطرح کنن. همین رسانه های بیرونی در گذشته که مخالفن گاهی بعضی مسائل ما را نقل می کردن، ولی اینها از همین انتخابات تحریم کردن و بالاخره حالا این رسانه های بیرونی مخالف هیچ یکی از ماها چیزی حرفی نمیزنند و بالاخره این متاسفانه این چرا اینها دیده نمیشه، این مسائل دیده نمیشه و حالا به هر حال ما ترس منانه که به هر حال یک تندروی و افراطگرایی بالاخره در سطح آنهایی که در داخل قدرتن، در داخل حاکمیت و حکومتن، در داخل دولتن، ترس ما اینه که افراطگرایی شروع نشه، افراطگرایی مذهبی در اهل سنت باشه، به زیان اهل سنت تمام میشه، ضربه میزنه و ما هم از افراطگرایی ضربه خوردیم. کسانی که در اهل سنت گرفتار افراطگرایی شدند و همینطور خدای نکرده اگر افراطگرایی در شیعه بیاید، در مخصوصا در کسانی که دستشون در دولت هست و به هر حال مسئولیت دارن، قدرت دولتی دارن و اگر اینها افراط شروع بکنن، در اینها افراط باشه و آزادی های ما را مختل کنن، مشکلات ایجاد بکنن، این خیلی خطرناکه. ما هشدار میدیم، بنده از اینجا هشدار میدم به مسئولین که مواظب باشید که به هر حال این افراط گرایی و تندروی در دولت جا نگیره و به هر حال در حاکمیت و نظام به هر حال کسانی که نان نظام هم میخورند و حاکمیت هم میخورند تندروی را اختیار نکنند. و من این حرفا برای عام میزنن که اخیراً متاسفانه یک سری حرکت های در کشور شروع شده که ما نگران این هستیم. حالا این نمازخانه های در جاهای مختلف مورد هجوم و فشارن. نماز چیزی نیست که کسی برای او نگران باشه. کسی که یک ذره مسلمانی داشته باشه، بوی اسلام داشته باشه، نماز تحمل میکنه. نماز آخر نماز به کسی ضرری داره مگر به کسی نقصانی داره. و لحاظا بعض نمازخانه ها را در مشهد یا در تهران تحت فشار قرار دادن و تحمل نمی کنن، در شیراز و در بعض جا. و این چیزی است که جامعه اهل سنت نگران کرده و من از این تریبون من همین اعلام می کنم و می رسانم خدمت مسئولان دلسوز که جلوی این تندروی ها را بگیرند. هم ریاست محترم جمهور که دلسوزند، هم مقام معظم رهبری که در راس قدرتند و دیگر کسانی که مسئولند به هر حال نگذارند که جامعه اهل سنت ناراض بشه. ما
خیلی چیزها را تحمل کردیم، خیلی مشکلات را برداشت کردیم، مشکلات اقتصادی را تحمل کردیم، مشکلات های گوناگون برداشت کردیم، خیلی چیزها بوده، مشکلات بوده که در ایران اعتراض کردن و صدا را بلند کردن. ما این گرسنگی را تحمل کردیم و صدا را بلند نکردیم که فردا کسی نگه اهل سنت فلانن و چنینن و چنانن. ما تحمل کردیم، همراهی کردیم نظام را، همراهی کردیم حاکمیت را. و اما این انتظارمون نیست که بالاخره ما نمازمون تحمل نشه، عبادتمون که صورت دست جمعی باشه و تعلیم من که بر اساس فقه و مذهب خود ما باشه. این ما انتظار داریم که حاکمیت و نظام از این پاسداری کنه از آزادی قانونی ما. و به هر حال اگر اهل سنت فشار بر سرش وارد بشه، شما مطمئن باشید که اهل سنت از آزادی قانونی دفاع خواهد کرد. و لحاظا این ما حق زندگی داریم در این کشور. کشور همه هست، کشور همه مایه و این آب و وطن ماست. و چقدر ما در جبهه غرب و جنوب غرب در دفاع در جنگ عراق کشته دادیم. همه قومیت ها، همه این مذاهب کشته دادن برای تمامیت ارضی کشور، برای بالاخره وطن و مملکتمون، همه ما کشته دادیم. و به هر حال ما مسائل اخوت و برادری هست که ما این چیزها را تحمل میکنیم. و الا 44 ساله، حالا 44 ساله مره، 44 ساله که ما از تبعیض گلایه داریم، شکایت داریم و که چرا از شایستگان ما استفاده نمیشه در رده بالای مدیریت کلان کشور و در مراکز استانها و در جاهای مختلف کشور. و یه طرح چرا در نیروهای مسلح اهل سنت نیستن؟ ولی این همه ما به خاطر اینکه بالاخره وحدت ضربه نخوره، بالاخره در حد گفتمانی اکتفا کردیم و شکایتی و پیگیری های و منتظر بودی که مسئله حل بشه. ولی اگر قرار باشه که توی مسائل مذهبی ما دخالت صورت بگیره و اگر قرار باشه که ما تحمل نشیم، ما با زبان رسا اعتراض میکنیم توی کشور و از حق آزادی ما دفاع میکنیم. ما را باید تحمل کنید، توصیه کنید به این برادران، این بالاخره این مامورین و به مسئولانی که در رده پایین ترن و مشکلات ایجاد میکنن، به اینها توصیه کنید که اهل سنت تحمل کنند. و ما توصیه میکنیم به همه برادران داخل و خارج، به همه اهل سنت که برادران شیعه ما را تحمل کنند. من اینطور عاشورا همین صحبت کردم، پیام دادم، بالاخره به همه جا. حالا پیام ما امید است که میرسه به جایه و پیام دادیم که مراسم عاشورا جز مراسم عزاداری عاشورا، جز مراسم مذهبی عزیزان شیعه و باید همه عزیزان شیعه در همه جا برای آزادی داشته باشه، آزادانه بتونن آزاداریشون برگزار بکنن و دیگر مسئله حق اونایه و این سیاست ما نیست، اعتقاد مایه و ما بین شیعه و سنی تفاوت قائل نیستیم. ما انتظار داریم از مسئولان که وقت نامه می نویسیم نامه ما را جواب بدن و این نیست که ما بلا تکلیف بعد فردا که ما این نامه را منتشر بکنیم و رسانه‌ای بکنیم، گلایه میکنه که شما نامه ها را چرا رسانه‌ای کردید و شما نامه های ما را چرا جواب نمیدید. نامه ها را جواب بدید، وقت شکایت به شما نوشته میشه حق مایه، شما حق ما را ضایع نکنید، شما صدای ما را بشنوید، صدای ملت ما را و همیشه حرف ما هست، صدای ما را بشنوید، جواب بدید به صدایشون، قانع بکنید ما را. و عزیزان امروز برنامه داشتن
و مطلب به من خواستم عرض کنم اینجا و عذرخواهی میکنم برادران مدرسه چین انوار الحرمین و پشامک، اینها امروز جمعوری نوبه جوامری کمکشون هست. یکی از مدارس بسیار خوبه که الحمدلله عزیزان ما اینجا زحمت میکشن خیلی و نیاز دارند و شما دست بالا بگیرید، امروز کمک شایسته به این مدرسه بکنید و انشاءالله خدا شما را توفیق بده. این مدرسه مولانا کوهی حفظه الله هست و دعا کنید که الله تعالی وسیله آزادیشون فراهم بکنه و ایشان انشاءالله بتوانند بیایم به سلامتی و آزاد بشن و الله تعالی با الله تعالی آسان هست انشاءالله و ما امیدواریم که اتفاق صورت بگیره و شما در جریان هستید که این سیلابی که در پاکستان آمده و سیلاب شاید صدها سال در تاریخ پاکستان سابقه را نداشته و مسئولان آنجا گفتن که 1/3 کشور پاکستان زیر آب رفته است و شاید بین 30 تا 40 میلیون از جمعیت پاکستان گرفتار این سیلاب شده و لحاظا نیاز به کمک هست و بالاخره اونها هم درخواست کمک کردن از همه دنیا و ما هم به نوبه خودمون باید حرکت بخوریم. الحمدلله شما کمک شایسته کردید در زلزله افغانستان و این کمک شما به مصرف صحیح و مصرف درست الحمدلله دوستان رسوندن و حالا در پاکستان این سیلاب آمده هم دعا باید بکنیم که الله این آفت از پاکستان رفع کنه و هم دعا و هم دوا انشاءالله کمک کنیم و مساعدت کنیم. مؤسسه محسنین الحمدلله که از بهترین روش‌ها و طریق و هست که کمک های شما را انشاءالله به صحیح و درست میبره ما رسانه. امروز ما چون برای مدرسه وعده دادیم دوستان ما آمدن نتوانستیم که ما کمک جمعوری بکنیم برای اونها، ولی ما جمعوری میکنیم تو هفته آینده و دیگه جا هم جمعوری میشی تو استان و درخواست داریم که کمک های خودتون را شما برسونید انشاءالله. ما امیدواریم که این صدای ما را میدانند که یکی از خیرخواهان کشور هستم و خیر شیعه، خیر سنی، خیر همه مسلمانان، خیر انسانیت در ذهن ما هست، خیر حاکم و دولت و نظام و خیر ملت و ما امیدواریم که صدای ما برسه به مسئولان. این صدای بنده نیست، این صدای تک تک زن و مرد و پیر و جوان اهل سنت که تو این کشور آزادی داشته باشند و آزادی های قانونیشون مراعات بشه و تحفظ بشه. اینطور نباشه که کسی زور داره و قدرت داره آزادی ما را سلب بکنه و ما تا آخر که جان هم داشته باشیم در مقابل کسانی که میخواهند نماز ما را جلوگیری بکنن، تحمل نکنن، کسانی که بخوان تعلیم ما را مختل کنن و دخالت بکنن ما در مقابلشون می ایستیم. شما در جریانید که دیروز زلزله اینجا توی زایدان آمده است و این زلزله برای ما هشدار هست که ما مواظب اعمالمون باشیم و ما باید توبه کنیم و به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع کنیم و به سوی الله سبحانه و تعالی برگردیم. بدونیم که همه این فشارها زلزله و زلزله های گوناگون است. کرونای و کرونا هم یکی نیست، گوناگونند. آفت ها مختلفند. این آفت پاکستان، افغانستان، تو ایران
اسلامی چقدر سیلمردگی و مشکلات آمد، همه اینها تداعی میکنه و تقاضا میکنه که ما به الله تعالی رجوع کنیم و ما توبه کنیم و به سوی الله تعالی برگردیم.